ما در حال زندگی روی یه سیاره کره‌ای شکل به اسم سیاره زمین هستیم، اما میخوام بهت بگم که اگه یه دنیای دیگه هم مثل این دنیا وجود داشت، ممکن بود سیاره زمین به این شکلی که الان میبینی نباشه. میتونست به شکل یه دونات باشه، یا میتونست مثل یه دمبل باشه، یا حتی امکان داشت زمین تخت باشه. شاید یکم به نظرت مسخره بیاد، ولی چنین چیزایی از نظر تئوری ممکنه اتفاق بیفته. زمین میتونه چندین شکل عجیب و غریب و مختلف داشته باشه. شکل‌هایی که میتونن به شدت خطرناک باشن، یا حتی میتونن از شکل کروی که زمین در حال حاضر داره هم بهتر باشن. توی این ویدیو قصد دارم 7 از عجیب ترین شکل‌هایی که زمین اگر کروی نبود میتونست به اون شکل باشه رو بهتون معرفی کنم و مزایا و معایبش رو با هم بررسی کنیم. اولین شکل دونات هست. توی نگاه اول شاید مسخره به نظر برسه، ولی اونقدر هم بد نیست. توی این زمین جاذبه توی هر نقطه نسبت به نقطه دیگه فرق میکنه و بستگی داره که شما دقیقاً کجا وایساده باشید. شما میتونید توی این نوع زمین تا 3 برابر کمتر از وزنی که الان دارید وزن داشته باشید. زمین کروی شکل خودمون گرانش سطحیش 1 جی یا همون 9.8 ولی وقتی زمین به صورت دوناتی شکل باشه اوضاع یکم فرق میکنه. توی قطب‌هاش گرانش سطحی 65 جیه و این در حالیه که گرانش در نزدیکی استوا فقط و فقط 3 جی هستش، جوری که شما دقیقاً انگار دارید توی مریخ میپرید هوا. از اون طرف ماه یکم غیر عادی رفتار میکنه، جوری که برعکس شرایط عادی توی اون شرایط 2 مسیر جلوی روشه. اون میتونه به سمت سوراخ دونات کشیده بشه و توی همون وسط هی بالا و پایین بشه، یا اینکه تحت تاثیر جاذبه کنار لبه های بیرونی دونات قرار بگیره و یه حرکت هشتی شکل ایجاد کنه. این حرکت های ناموزون مشکلات زیادی ایجاد میکنه، از جمله تاثیر گذاشتن بر جزر و مد اقیانوس و در نتیجه ایجاد شدن ناپایداری در سطح آب و در آخر نابود شدن شهرهایی که توی ساحل قرار دارن. آب و هوای این زمین دوناتی شکل توی یه مناطق خاص خیلی شدید میشن. طوفان‌های بزرگی به راه میفته که خرابی‌های زیادی هم به بار میاره. ولی با تمام این مشکلاتی که گفتم، هنوزم احتمال زنده موندن انسان توی این سیاره وجود داره. ولی مطمئناً یه سری از مکان‌ها غیر قابل سکونت خواهند بود. ممکنه که به دلیل جاذبه کم سفر کردن خیلی دشوار باشه، ولی در کل اگه زمین یه چنین شکلی داشت، بازم ما میتونستیم روی اون زندگی کنیم. دومین شکل زمینیه که مثل دمبله. این شکل از زمین یکم بیشتر از قبلی تو مایه‌های علمی تخیلیه. در واقع این شکل از زمین 2 سیاره جدا از همه که توسط یه بخش میانی باریک به هم وصل شدن. توی اون بخش گرانش به طرز قابل توجهی ضعیفه. این بخش میانی همونطور که انتظار میره توسط سیاره‌های بیرونی توی 2 جهت کشیده میشه که این عمل باعث ایجاد شدن فعالیت‌های شدید آتشفشانی میشه. این فعالیت‌ها ممکنه باعث تجزیه شدن سیاره‌ها بشن. رد شدن از وسط این سیاره‌ها خیلی خطرناکه. بعضی وقتا به دلیل گرانشی که اصلا وجود نداره این کار عملاً غیر ممکن به حساب میاد. ولی در کل زندگی توی هر کدوم از این 2 سیاره کاملا نزدیک به زندگی امروزی که ما الان داریم هستش. اونا گرانش، آب و هوا و جو مشابهی با زمین کنونی ما خواهند داشت، ولی تفاوت اصلی اینجاست که هر کدوم از زمین‌ها فرهنگ و فناوری متفاوتی با اون یکی دیگه دارن. امکان داره مردم هر کدوم از این سیاره‌ها متفاوت با اون یکی سیاره تکامل پیدا کنن و گونه‌هاشون با هم کاملا فرق کنه. سومین شکل زمین بیضی شکل. اینو زمین بیشتر شبیه یه تخم مرغ میمونه تا این زمین کروی شکلی که الان بهش عادت کردیم. هنوزم میتونه قابل سکونت باشه، ولی تفاوت‌های زیادی با زمین کروی خودمون داره. گرانش توی این زمین میتونه کم یا زیاد باشه. در واقع بستگی به جایی داره که شما وایسادی. قسمت‌های باریک‌تر سیاره قوی‌ترین جاذبه و قسمت‌های پهن‌تر جاذبه ضعیف‌تری رو خواهند داشت. همچنین وقتی برید توی این سیاره متوجه تفاوت‌های آب و هواییش میشید. مکان‌هایی که در امتداد استوا هستن آب و هوای گرمسیری و ملایم‌تری خواهند داشت، در حالی که مکان‌های نزدیک به مناطق قطبی خیلی سردتر از این دماهایی که ما بهش عادت داریم هستن. ولی در کل اگر این چند تا تفاوت رو در نظر نگیریم، این سیاره انتخاب خوبی برای زندگی ما انسان هاست. چهارمین شکل زمین تخت. ولی قبل از اینکه بخوایم درباره زمین تخت حرف بزنیم، بهتره یه سری چیزا رو شفاف سازی کنیم. اینکه ما بگیم یه سیاره میتونه تخت باشه عملاً غیر ممکنه و به اون نمیشه گفت سیاره. گرانش به طور کلی همیشه اجرام بزرگ آسمانی رو به شکل کره در میاره و اینکه اگر ما بگیم زمین تخته، کلاً مفهوم گرانش رو تغییر دادیم که این مسئله غیر ممکنه. اما اگر بخوایم توی یه زمین تخت زندگی کنیم، فشار هوا یه نگرانی بزرگ برای ما به حساب میاد. گرانش هوای زیادی رو به سمت مرکز زمین میکشه و ناحیه‌های اطراف و لبه‌ها رو بدون فشار هوا میذاره. در اون صورت اگه شما توی استرالیا زندگی میکردید، اکسیژن کافی برای نفس کشیدن نداشتید. اگر هم نزدیک قطب شمال زندگی میکردید، با وزن هوا له میشدید. از یه طرف دیگه هم شما باید در نظر داشته باشید که یه زمین تخت هسته نداره، پس
پس در نتیجه میدان ژئومغناطیسی هم برای محافظت از ما در برابر بادهای خورشیدی وجود نخواهد داشت. همه انسان‌ها در اون حالت ممکنه مورد مسمومیت جدی با تشعشعات خورشیدی قرار بگیرن. پنجمین شکل زمین مکعبی. توی این حالت زمین 6 تا ضلع داره، ولی متاسفانه این اصلاً چیز زیاد جالبی نیست، به خاطر اینکه وقتی روی اونا راه میرید احساس میکنید که دائما دارید از روی یه تپه فوق‌العاده شیبدار بالا میرید. گرانش توی مرکز هر وجه این مکعب در قوی ترین حالت ممکنه خودشه، بنابراین هرچی از مرکز دورتر برید کشش اونو بیشتر احساس میکنید، ولی به هر حال شما میتونید تو نزدیکی مرکز هر یک از وجه‌های مکعب زندگی کنید، به این دلیل که گرانش زمین تمام آب سیاره رو به تمام مرکزهای وجه‌های مکعب میکشونه. لبه‌های مکعب خشک و صخره‌ای خواهند بود، جوری که از هر نوع زندگی پشتیبانی نمیکنه. همچنین سفر به طرف‌های دیگه سیاره رو خیلی سخت و غیر ممکن میکنه. افراد توی هر وجه احتمالاً به روش‌های مختلفی تکامل پیدا میکنن و هر طرف آب و هوای مخصوص خودشو داره. طرفی که زیاد آفتاب بهش نمیتابه میتونه فوق‌العاده منجمد و سرد باشه و برعکس طرف دیگه‌ای که آفتاب بهش زیادی میتابه میتونه فوق‌العاده گرم باشه. ششمین شکل زمین تو خالی. تا الان بعضی از شکل‌های سیاره‌ای که توی این فهرست دیدیم از نظر تئوری وجودشون امکان پذیره، ولی وجود زمین تو خالی کاملا غیر ممکنه. گرانش زمین تو خالی رو وادار میکنه که روی خودش فرو بریزه و یک کره کوچیک‌تر ایجاد کنه. اما بیایید فرض کنیم این اتفاق نیفته، ولی بازم هنوز هیچ زندگی روی این سیاره وجود نداره، چون اصلا زمینی وجود نداره که بخوایم روش زندگی کنیم. میدان مغناطیسی زمین وجود نخواهد داشت، چون هسته زمین تو خالیه. وقتی هیچ میدان مغناطیسی نباشه معنیش اینه که هیچ جوی هم وجود نداره و نبودن جو هم به این معنیه که کوچکترین تابش خورشید ما رو کاملا نابود میکنه و میسوزونه. ولی اگه در هر صورت موفق بشید روی این سیاره فرود بیاید، بلافاصله روی هوا شناور میشید، چون عملا گرانش اونقدر ضعیفه که هیچ چیزی نمیتونه روی سطح این سیاره بمونه. در کل این سیاره بدترین انتخاب برای زندگی کردنه. هفتمین و آخرین شکل زمین هم یه زمین به شکل دیسک هستش. این چیزی که الان مشاهده میکنید به عنوان دیسک آلدرسون شناخته میشه. این مثل یه نسخه دیویدی از زمینه و زیاد شکل سیاره مانندی نداره. بیشتر یه ابرساز است که احتمالاً در آینده میشه یه همچین چیزی ساخت، ولی ما برای ساختن یه چنین چیزی به مقدار خیلی زیادی از مواد نیاز داریم. احتمالاً باید کل ثروت مواد معدنی رو از سیاراتی مثل زمین، مریخ و چند تا سیاره دیگه استخراج کنیم که این کار عملاً این سیارات رو غیر قابل سکونت میکنه. چیزی هم که ساخته میشه این دیسک عظیم خواهد بود که میتونه میلیاردها میلیارد انسان رو توی خودش جا بده، طوری که عرض اون 241 میلیون کیلومتره. برای اینکه بزرگیشو درک کنید سیاره زمین رو در نظر بگیرید. محیط زمین فقط 40,000 کیلومتره که در مقایسه با این دیسک خیلی کوچیکه. ولی افرادی که روی این دیسک آلدرسون زندگی میکنن فقط میتونن در وسط دیسک زندگی کنن، جایی که به خورشید نزدیکتره و لبه‌های دیسک فوق‌العاده سرد خواهند بود. از یه طرف دیگه یه مشکل اساسی هم وجود داره. از اونجایی که این دیسک خیلی بزرگه این احتمال وجود داره که دیسک روی خودش فرو بریزه و یه سیاه‌چاله ایجاد کنه که این اصلاً چیز خوشایندی نیست. ولی در عوض ما میتونیم به جای اینکه به این شکل‌های عجیب جایگزین کننده زمین اصلی فکر کنیم، قدر همین سیاره‌ای که در حال حاضر داریم رو بدونیم. شاید توی آینده علم و فناوری ما به طرز معجزه‌آسایی پیشرفت کنه، جوری که بتونیم به سیاره‌های دیگه‌ای هم سفر کنیم و اکتشافاتمون رو در اونجا ادامه بدیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد این ویدیو رو لایک کن و برای بقیه دوستات هم بفرست. مهمتر از اون یادت نره چنل رو سابسکرایب کنی.